اسیر شدم دیگه نمیخورم. انشالله خود چیز کم نیست آقا تایر. زنده باشی کاکا داود. کلی چیز است. اما فکر میکنم او گوسفند زیاد خوشی بچه قهرمان آمده. میشه از نزدیک نشانش بیتی؟ البته که نشان میتم. حالا دیگه شیرم بیا که بریم. بچه مرا کجا روان کردی؟ کاکا داود یک آدم خوب است، تشویش نکن. تایر میخوای از تو کدام سوال کنه؟ از همی خاطر رو روان کرد. من هیچ سوالش جواب نمیتم. بچه من میگیرم همیال از اینجا میرم. توضیح بده. چیزی به توضیح دادن ندارم. از پیش شوهرت فرار کردی، در وقت شو خانه تیلا کردی، باز محترم خود پت کردی. باید چیزی به گفتن داشته باشی. گفتم هیچ چیز به گفتن ندارم. ازتون بسیار زیاد تشکر از اینکه متوجه بودین، کمکم کردین و همراه ما چای صبح خوردین. حالا دیگه لطفاً ما رو تا میدان هوایی برسانین که ما منتظر باش تا صبح که دستت خوب شد باز رفته میتونی. حالا باید سوالای من جواب بدی. اگه جواب ندی چی میکنی؟ لطم میکنی؟ یا چشم راست ما تو کبود میکنی؟ یا که میخوای دیگه کلکای ما تو میده کنی؟ تو مرا از چی میترسونی؟ دیگه میخوایی به خاطر کدام بلا مرا تهدید کنی؟ یا که میخوایی تو هم مرا خوب لط کنی ها؟ آرام باش. ما سر زنا دست بلند نمیکنم. درست است. خوش شدم که به زنها احترام میکنی. به اجازهتون ما دیگه میرم. یک دقیقه صبر کن. بیازو زیاد جگر خون شدیم. حالا تو کجا میری؟ ده یک میلی بس میشینم و هر جایی که رفت ما میرم. تو چی میکنی ها؟ دیوانه هستی؟ شک نداشته باش. با کدام پیسه میخوای بری؟ کارتم نداری. 1 لیرام نداری. امروز خو رخصتی است. صبا بخیر یک حساب برات باز میکنم. یک مقدار پولم دو مندازیم تا صبا دستم خوب میشه. چرا؟ چی چرا؟ چرا قبرم خوبی میکنی؟ گپم گوش کن خانم. ما از منطقه دریای سیاه هستیم. میفهمی از مهمان خود. مثل چشمای ما حفاظت میکنیم. خوش کنی مرا تهدید نکنی. ما تهدید نمیکنم. حالا بیا که بریم. امرتان بجای میشه. اگه امر میبودی قسم نمیگفتم. این چقدر خشن است. خشن خواه است اما قلب مهربان داره. چرا استادستی؟ حالا بیا. چیزی که گپ خدا راستی است ترکان. میخوایم مرجانه را به تایر خواستگاری کنم. از دوستی که ده خیشی خوب نیست. اولا ما خود چیزی گفته نمیتونم ثانیه جان. بدل ما خود نیست. ببینم جمیل جان چی میگه. شاوره تو ده گپا کلش کار نمیکنه. کل چیز خراب خواهد کرد. تو کارا را از زنا کده دیگه کس خوب نمیفهمه. ای زنده باشی مرجانه. بخیر قهوه خواستگاریتم بخورم انشالله. هرچی که قسمت باشه خاله ثانیه. مرجان دخترم اگه تو را به تایر خواستگاری کنیم باز چی جواب میتی؟ هرچی که پدرم بگه قبول دارم. دایی زمانه تو دختر با حیا. ماشالله ماشالله. سال است که تایر خوش دارم و بیبی هیچ از دانش نبرامد. منظورت از این گپ چیه ثانیه؟ ای خدا تو باز دست تو تمثیل نکو دیگه. کلی کارا را به خاطر خوبی مرجانه میکنم اما بسیار کم مانده. تو کوشش کو شوهر تک دفعه راضی کنی. مام دیگه با اجازه تان میرم. کجا میری؟ برم که از دکان 1 کیلو شیر گاوی بخرم. ده خانه هم طویله داریم هم گاو اما باز محتاج شیرای فابریکایی استیم.
خوش آمدین خاله ثانیه. کجا بخیر؟ خوش باشی پناهگک کلتان به خدا. بازم درباره گپایم فکر کو. چه قپارو گفت؟ درباره چی میگفت؟ درباره خواستگاری با بچهش گپ میزد. او میرات لو درکی خواد گرفت مادر. چشم سفیدی نکن، تو را با میرات نه بلکه مرجانه با طاهر دیوانه خواستگاری کده. کجا چشم سفیدی کردی مای؟ مریم فکر کنم کس را در پشت من انداختی. گوش کو چی میگم. فکر کنم یادت رفته. برات نگفته بودم که دیگه قسم سوالا را پرسان نکو. مرا هیچ خوشم نمیایه. نه خیر. حالا دختر جان برو. فکر کنم زیاد قارسی یک گلاس آب بخو که خوب شوی. حالا برو. متوجه ساعتت هم باش. فهمیدی؟ چی شده مراد؟ چرا امرای ینگیم جنگ میکنی؟ میگه که چرا امرای دیگه دخترها میگردی؟ از ما قارس. تو به خدایا. نه بچه دگاه کجا هستن؟ مادرم پشت شیر رفته. ینگیم هم تال از خانه که عثمان نامده بیاده. میگن وقتی یادت کنه و بره. سیم را دراز میباشه. بسم الله. بیادر امشب اینا خانه ما میباشن؟ خیر یاده اینجا چی میکنن؟ بیادر باید گپ بزنیم. کیا را دعوت کردن؟ ینگ جان متوجه اید باش. شما دو نفرم فکرتان باشه که پیش روی طفل سعی گپ بزنیم. آرسی و دوزان دارد. مصطفی آرام باش. به اعصاب آرام گپ بزن. ایلان کسن. سلام یه عید خوش آمدی. بیبی یه عید پیشت آمده اصل جان. حالا برین ساتری کنین. خورده کلان کار زود بگو که یاده اینجا چی میکنن. قد زن مردم چی کار داری یاده؟ بیادر متوجه گپ زدنت باش. زن مردم در خانه آوردی باز میگه که متوجه گپ زدنت باش. دیروز نان نمک کو آدم خوردی. چطور جرأت کردی بدون اجازه بیادر کلانت اینا رو اینجا بیاری؟ بیادر او احمق زن خود لط کرده باز کلکایشم شکستانده. او زن خود لط کرده. تو مدافع حقوق زن هستی که اینجا آوردی؟ چرا زن مردم فرار دادی؟ ما فرارشان ندادیم. این خانم در طول بکس موتر پد شده بود. اگه خودش این کار نمیکرد من میکردم. بد کردی لوده. پیش مردم بینی ما بریده میشه و بچه تو را با مشکل زن مردم چی؟ بس است. آرام باشین من از اینجا میرم. صبر کو. کجا میری؟ 2 دقیقه آرام در جایت باش. باید پس پیش شوی خود بره. امیاله ما که زود تجارت شروع کردیم. اگه خبر شود که زنش پیش ماست اما ابروی ما از بین میره. هم تجارت ما است. میمانم که بره پیش شوهرش لط کرده بکشش. ما اینجا تجارت خود پیش ببریم. مصطفی چی؟ بیامرید گپ بزن. لطفاً بیا مصطفی بیا. آسیا خیرت از اوزن چرا خجالت داری؟ ایلاکو اوزن چرا خجالت داری؟ چی گپ است؟ پشت دق شدیم. آسیا اصلا پشت دق شده و تمام. بله دق شدیم. از دست تو زن. گوش کو. اقازت نکو. خوش ندارم که رابطه تو بیادرت خراب شود. خوب میشه که ما دیگه از اینجا برو. هیچ جای رفت